سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز با همسر کمبات در خدمت شما هستیم. همسر کمبات چند تا نکته ریز داره. ارن پر تپ، همونطور که تو نالت کوین بود، با هر کلیک چقدر میتونید کوین جمع بکنید که الان برای من هر یک تپ 10 تا رو افزایش میده. برای بالا بردن لولش هم میتونید از قسمت بوست که این قسمت پایین هستش زیر همسر کلیک کنید و مولتی تپ رو بزنید و گو هد نوشته برای لول 6 کردن و یک دونه بالا بردن هر تبم 32,000 تا از من میخواد که پرداخت بکنم. این دهی که اینجا نوشته بود الان شد 11. با هر کلیک الان 11 تا کوین افزایش پیدا میکنه. در کنار این مثل همون نات کوین یک بار در هر یک ساعت انرژی خودتون رو میتونید فول بکنید که انرژی هم این قسمت زیر این همستر این قسمت نوشته شده. مثلا برای من تا 5000 تاست. با هر لول بالا بردن اینم 500 تا بالا میره که الان شد 5500 تا. کوین تو لول آپ یعنی اینکه چقدر کوین نیاز هستش که لول شما رو بالا ببره. لولتون هم این پایین مشخصه زیر تعداد کوین هایی که دارید. این قسمت یعنی اینکه 10 میلیون نیاز دارید که از لول 6 به لول 7 ارتقا پیدا بکنید. پروفیت پر هاور نوشته اینجا، یعنی با سوددهی در هر یک ساعت که این قسمت تا 3 ساعت زمانی که آفلاین هستید برای شما سوددهی رو انجام میده و اتومات در حال چیز کردنه، ماین کردن هستش. برای اینکه این عدد زیرش رو اون پایین رو اشاره کرد اشتباهاً، همین قسمت پروفیت پر هاور زیرش نوشته مثبت 16.92k. اگر میخواید اونو افزایش بدید میتونید از این پایین کارت های رو خریداری کنید. به فرض مثال BTC پاریس رو بیت کوین پاریس رو انتخاب میکنم و گو هد رو میزنم و این هنوز تغییری نکرد. بذارید فن توکنز رو انتخاب میکنم. کارت فن توکنز رو میخوام بخرم. برای خرید این 19,799 کوین از من کم میکنه و به ازای هر یک ساعت بالای 1.24k برای من میفرسته. گوهد رو میزنم و به لول 5 ارتقا داده شد و این مالا که الان 16 خورده ای بود شد 18.22k. روزانه یک کمبو هستش. کمبو هم با خرید این کارت هایی که این پایین بوده، پی آر تیم هست، لگال هست، سپیشال هست. با خرید این کارت ها میتونید خریداری بکنید. روزانه من کارت های مورد نظر رو براتون داخل کانال تلگرام به اشتراک میذارم و لینک برای شروع همستر کمبات رو براتون زیر همین فیلم به اشتراک میذارم و شما هم شروع کنید به ماین کردن. مرسی از اینکه این فیلم رو دیدید، لایک کردید و برای رفیقاتونم فرستادید. روزتون بخیر. خداحافظ.